از اونجایی که دیگه جایی واسه سوزن انداختن تو خونه نمونده، تصمیم گرفتم عزممو جزم کنم که این خونه جنگ زده رو تمیز کنم. موامو میبندم و به ولاگ حمالی خونه من خوش اومدین. هر جا من میرم آویجون منه. چی میخوای؟ چی میخوای؟ مظلوم شدی؟ مظلوم شدی؟ من اینجا که میاد مظلوم شه. چرا؟ چون این تو خوراکیاشه. مثل همین فکر میکنه الان من بهش خوراکی بدم. بیا بچه، میخوام یه قسمت های خونه رو بهتون نشون بدم که خودم هم تازه دیدم. Shut the fuck up. Shut the fuck up. من نمیدونم جاج بکنین یا نکنین، من تا حالا این بالا رو ندیده بودم. آقا چرا باید پشم گربه این بالا پیدا کنم من واقعا؟ مگه هود قرار نیست بکشه تو خودش همه چیو؟ خب همون فیلتر رو همیشه تمیز میکردم دیگه، به اونم پر مو میشد. تنها جایی که فکر نمیکردم با همچین صحنه‌ای روبرو بشم بالای هود بود. البته اینجا هم بود، فقط هود نبود. چندش الان واقعا اونجا رو من چجوری تمیز کنم؟ با چی تمیز کنم؟ یعنی باور کنید اولین باره دارم میبینم و خب هیچ وقتم دقت نکرده بودم به همچین جاهایی. یعنی رفتم اون بالا و دیدم که یا خدا. ببین اگه گربه یا سگ دارین همین الان برید بالای هودتون رو نگاه کنید و امیدوارم که مثل من سورپرایز نشید. همچنین بین یخچال و کابینت یا حالا بین کابینت و گاز، حالا هر فضایی که اینطوری باریک خالی هست رو هم چک کنید. با تشکر. آقا قبول کنید که هنوز اونقدی رومون تو هم باز نشده که من بیفور گاز و هود به شما نشون بدم. من نهایتا تا الان بیفور افتر کارهای تتومو بهتون نشون دادم. بله، بعد از سابیدن‌های فراوان یک عدد فویل میکشیم که هر روز این کارو انجام ندیم. من واقعا نمیدونم کی و چطور این اتفاق اینجا افتاده، ولی احتمالاً اگه شما هم تجربه درست کردن ناشیانه حلوا رو داشته باشید این اتفاق واسه کنار گازتون افتاده. یعنی اون لحظه‌ای که آردام میپاشن رو هوا، حدس میزنم که اون لحظه این اتفاق افتاده. با نام و یاری خدا میریم که شروع کنیم. واقعا نمیدونستم که با گاز پاک کن و سیم ظرفشویی اگر که تمام اینها رو بسابم چه بلایی سرشون میاد، ولی یه حسی بهم میگفت که کمتر از این دوتا واقعا جواب نمیده و شاید اونجوری مجبور شم که تا شب مشغول سابیدن باشم. همین الانش هم شما دارید 3 ساعت کار رو توی 3 دقیقه میبینید و هر کدوم از اینا رو واقعا من چند دقیقه سابیدمشون. حتی میارم با اینکه تایم لپس هستش میارم از نزدیک بهتون نشون میدم. اینجا رو کند کردم که بتونید زحمتامو دقیق مشاهده کنید. آقا اگه توی اینستا از قبل منو فالو داشته باشید میدونید که واقعا خونه شلوغ و پروسیله‌ای دارم. تازه الان من کلی از وسایلی که مربوط به کارگاه صنایع دستی که جمع کرده بودم بود، اونا رو دادم به کسی و کلهم از خونه بیرونشون کردم، اما همچنان کمبود جا دارم. 2000 years later. آقا اینجا همیشه همین شکلی بوده، البته نه به خاطر تمیز بودن من، به خاطر اینکه همیشه آقا هادی می اومد کمکم خونه رو گل میکرد و الان بنده خدا یه مدت حالش خوب نبود و خونه ما هم به این وضع کشیده شد. یعنی واقعا تو مخیلم هم نمی گنجید که همین یه وجب جا، همین یه گوشه کوچیک خونه بخواد این همه انرژی و زمان از من بگیره. آقا دیگه واقعا در این حد میتونم، بیشتر از این نمیتونم، از اینا در نمیاد و به اینا هم دست نمیزنم چون نمیدونم جریانش چیه. میترسم که این لق و پخشه دیگه در همین حد از من برمیاد. ببین من واقعا تمومم. امروز دیگه واقعا بسته چون به هیچ کار دیگه نمیرسم. تا همینجا رو داشته باشید.